سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین و صفا آوردین. اولین ویدیوی رسمیمو به صورت کاملا رسمی شروع میکنم توی یوتیوب و خیلی خوشحال میشم که منو دنبال کنین، سابسکرایب کنین واسه ویدیوهای بعدی و اگر که این ویدیو رو دوست داشتین لایک ها واسه من بذارین. این اتاق ما که اتاق ماشین همیشه هست و خب ویدیو اقیانوس رو نداره. ما وارد میشیم، کارت دست من نیست و خب این هم سبر در بسید وارد اتاق که میشیم. اینجا یک کمد دیواری داریم، در راست کمد رو باز میکنیم. همونطور که میبینیم اینجا باید اتو داریم، یه سیف باکس داریم و حالا چوب لباسی و بالش و تشویه اضافه. و اینجا هم چیز جالبی که خیلی من ندیدم زیاد این که میز اتو داره و تمام. بعدش وارد سرویس بهداشتی که این حالته و اینجا همونجا که میبینید چیزای لازمه رو گذاشتن و اینجا هم دو تا سیک بهداشتی اینجا که خود سیک بهداشتی و تمام. با هم دیگه بریم بیرون. اینجا وارد که میشیم یه دونه بار داره که همه اینا فری هست، حتی اگه تموما بشه دوباره واسهتون پر میکنه هتل ریو لاتینو و فریه. دوباره این دوچین رو میبارش به همین صورت. هرچی که اینجا میبینیم فری هست، نوشابه، آبجو، آب، همه چیز، کافی، قهوه و به این حاله. خب وارد اینجا میشیم. آینه دیواری داره که خیلی به نظرم چیز جالب و خوبیه. بعدش اینجا تخت خوابشه ها، تلفن داره ها مثل همه هتل‌ها. اینجا هم که چراغ خواب داره ها به این حالت. الان اینجا تنظیم کرده برای ما و همونجور که می‌بینید اینجا جلوتر اینجا هم یه میز هستش و یه مبل بدون کوچ اینجا و اینجا هم بیرونشه که الان هم بارونیه. همونطور که می‌بینید الان من اینجا براتون باز می‌کنم که هم بیرون. هوای مکزیک کلاً هوای خیلی قابل پیش‌بینی هست و میتونه بارونی بشه. همین بیرون ما بیرون جنگل رو داشتیم و اون رو هم یک کوچولو که روی اقیانوس که خب الان بارون میاد نه اصلا پیدا نیست. اینم که اینجا میز صندلی یه بزرگی خودتون ببخشید کلی ما اونجا با دیگه همین. نمیخوام خیلی ویدیو طولانی بشه. اینم یه نمای کلی از اتاقا. اینم اینجا که چراغ خواب دوباره و به همین صورت میبینید. تمام.
جایی که اتوبوس‌ها ترانسفر وارد میشن. بعدش اینجا نمیدونم هوای کم ابر آفتابه. اینجا ورودی اصلی میشه که یه حوض کوچولو خیلی قشنگ داره. اینم هتل ریو. با هم دیگه بریم به سمت لابی. اینجا هم یه سری اتاق داریم که به سمت محوطه بیرون هست. اون طرف هم همینطور دوباره. اینم این حوض خیلی 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 خوشگله. اینجا که میبینیم لابیشه، وارد لابی میشیم. کلا دو طرف باز هست. یه چیزی که اینجا خیلی واضحه اینه که ایر کاندیشن نداره کلا لابیش. مثلا سالن غذاخوری اینا همش ایر کاندیشن داره، ولی لابی ایر کاندیشن نداره و از این پنکه های بزرگ استفاده میکنن برای مواقعی که خیلی گرمه. بعد اینجا میبینیم این طرف به سمت اتاق خوابا هست و اتاقای هتل. الان صبح خیلی زوده و خب این بار بسته است. این باری که میبینیم باز هست ساعت 11 شب. اسمش ولوت باره، خیلی خوشگله. و از این طرف هم ببینیم با هم دیگه بریم بیرون. اون طرف هم که میبینیم ریسپشنه. وقتی که میایم اینجا ورودتون رو اعلام میکنیم و اتاقاتون رو تحویل میگیریم. طراحیش خیلی خوشگله دیگه، یه حالت روستیک هم داره. بعد میایم با هم دیگه میریم به سمت اسپا و سالن ورزشی. اینجا هم یه دونه فروشگاه داریم که به شخص من خودم از این فروشگاه استفاده کردم. وقتی که بدنم سوخت یه دونه پماد سوختگی ازش خریدم. کلا چیزای مفیدی داره، از ادویه، دارو، لباس، عینک، هر چیزی که شما ممکن باشه نیاز داشته باشین رو داره. اینجا که میایم اینجا سالن ورزشیش هست که حالا معمولا خیلی صبح زود میان توش ورزش میکنن. از این طرف و این حالت از این طرف هم میدونه خروجی داره که واسه کسی که اتاقشون اون بر هست لازم نیست دیگه برگردن. اینجا هم یه بار 24 ساعته داره و میز بیلیارد، فوتبال دستی و یه سری اسپورتایی دیگه که همشون آل اینکلوسیو رایگانه واقعا. و حالا اسپورت بهشون میده، چیزای ورزشی بهشون میده، قهوه، کافی، درینک، حالا سافت درینک ها، نوشیدنی الکلی، غیر الکلی، همه چی میده. 24 ساعته هم باز. اینجا هم یه سری غذا داریم مثل کسایی که حالا میخوان دیر هنگام غذا خوردن یا اصلا یادم غذایی ندارن، درست نشده، میده و یه کمی دسر و شیرش. مثلا توی هتلای دیگه تمام گوشت سیاه مثلا یا کلا هتلای این طرف این میزای بیلیارد اینا همه و بابتشون پول میدادیم. حالا خیلی گرونم ولی مثلا ساعتی دقیقه بعد پول میدادیم. اینجا رایگانه. خب میریم خارج میشیم. از این طرف میریم محوطه بی دوباره. اینم بار ولوت. از این طرفش خیلی خوشگله و کلا محیط واسه کسی که میخواد ریلکس کنه محیطش خیلی سر و صدا نیست. از این طرف هم دوباره یه دونه بار داریم، بار ماریوچی. این طرف هم یه دونه بار ماریوچی بوده و میایم اینجا نون خارج میشیم. عجب آفتابیه. اینجا دیگه میایم به سمت محوطه بیرونی. خیلی خوشگله، یعنی واقعا زیباه. کلا محیط خیلی بازی داره و هتل خیلی خیلی بزرگیه. خب هتل‌های ریو هم که چندین شعبه دارن کلا تو سطح جهان ها. حالا این یکی از شعباتشه توی کنکون مکزیک و اینکه باز هم مثلا تو مکزیک هتل‌های دیگه هم داره خود ریو توی کنکون. ببخشید توی کنکون. از این طرف اینجا شب برنامه داره. اینجا یه باره که مثلا فکر کنم تا ساعت 2 یا 3 ساعتش هم بعد می‌بینم. بازه اینجا شب برنامه داره. برنامه‌ای که خود هتل میذاره. این طرف سنشه و میریم با هم دیگه از اینجا بیرون. الان توی فصلی که ما هستیم هوا خیلی گرمه و بعضی وقتا هم بارون میاد، ولی خب بارونش اذیت نمیکنه واقعا. ولی واسه کسایی که میخوان یکم خیالشون راحت‌تر باشه مثلا از دسامبر به بعد تا اپریل بهترین فصلیه که میتونن سفر کنن. این طرف سالن غذاخوری داریم. اینجا به سمت شما اینجا واسه شبا 4 تا سالن کنن، 4 تا آپشن داریم که یکیش رستوران ایتالیاییه.
اینجا یه رستوران ایتالیایی که از ساعت 5 تا ساعت 10 بازه و یکی تفاوت دیگه که اینجا با جای آل اینکلوسیو مثل آنتالیا، آلانیا، بودروم اینا داره اینه که باید یکی از رستوران‌های مثلا اینطوریش که ایتالیاییه یا حالا خانه استیک اینا حتما باید رزرو بکنی. اینجا اینجوریه که همش رایگانه واسه شبا. شما وارد میشی، یه دونه استارتر داره، یه دونه منوی اصلی داره و یه دونه دسر. معمولا دسر ایناش بافتی هم راحت میتونی برداری. این رستوران دیگه است که از ساعت 6 تا ساعت 9 میمونه. و رستوران بعضی هم که اینجا باشه گورمت رستوران هم از ساعت 6 تا ساعت 9 دوباره. و این هم رستوران اصلیه، مین رستورانشه که از ساعت 7 صبح تا ساعت برای صبحونه از ساعت 7 صبح تا ساعت 11، نهار از ساعت 12 تا ساعت صبح و شام هم از ساعت 6 تا ساعت 10 شب. این بافت داره که خیلی هم کامله ها، همه چیزش هم دیگه آل اینکلوسیوه. یعنی فضای بیرونه که بهت خوش آمد میگن و میتونی بیرون بشینی، ما اینجا گرمه کنه، ایر کاندیشن نداره. که یه تفاوت دیگه که من اینجا میبینم اینه که کسایی که اینجا کار میکنن به شما اینجا خوش آمدگویی میگن وقتی وارد رستوران میشین، کامل بهتون خوش آمدگویی میگن. وقتی که میشینین این نیست که خودتون حتما برید مثلا نوشیدنی بیارین مثل نوشابه حالا چیزای اینطوری، خودشون براتون میارن، میتونید ازشون درخواست کنید، ازتون میاد میپرسن و معمولا نه اینکه توقع داشته باشن، ولی خب میتونید که واسهشون وقتی دارین میرین یه انعام یا تیپ بزنین زیر لیوانا برید. من از این طرفه این به سمت استخرها اینجا یه سالن غذاخوری دیگه است که کلا فضای بازی دم استخرایی که از ساعت 11 شروع میکنه به میان وعده دادن و مثل پیتزا، مثل حالا اگر بشه که براتون ویدیو میگیرم اون تیکش ها، پیتزا، مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، یه چند مدل میوه، آب میوه، اینا هم واسه میان وعده میده. اون طرف که میبینید پارک آبیش هست که فکر میکنم 4 تا سرسره داره و چیز جالبیه کلا، چون بچه هم نداره این هتل واسه ادالت اونلی، فقط واسه بزرگسالانه دیگه. شما نیازی تو صفحه پله اینا وایسین، تو صفحه سرسره وایسین چون بچه‌ها هستن خیلی راحت در سر میریم. این طرف هم از این طرف هتل که حالا اتاق خوابایی هستن که این رو که کامل اوشن ویو، کامل ویو اقیانوس داره. این طرف کورت یارد ویو داریم و این طرف هم همینطور که بخشی از اقیانوس هم شاملش میشه. اتاقی که میتونید رزرو کنید، یه مقدار قیمتشون بیشتر میشه ولی خب واسه کسایی که دوست دارن مثلا ویو دریا، ویو بخش اقیانوس داشته باشن میصرفه به نظر من. خودم نکردم، ویو جنگل خیلی هم خوشگل. و این طرف استخر داریم، چندین استخر. اینجا همون سالن قهوه‌خوری هست گفتم واسه اسنک بارشه، هر کدوم از رستوران‌هاش هم اسم داره. اینجا که از استخرم من تمیز میکنن، خیلی استخرش بچه‌ها تمیزه. این یکی از استخرشه که اینجا فکر میکنم از ساعت 7 ببخشید از ساعت 8 شروع میکنه سرویس دادن تا ساعت 7 بعد از ظهر. اینجا کلا انواع حالا نوشیدنی الکلی، غیر الکلی، سافت درینک اینا الان دارن میچینن. خیلی هم خوش اخلاقن. سافت درینک نه اینجا داده میشه ها، ولی خب یه سری میز صندلی اتفاقا خیلی باحاله کلا اینجا و حالا آهنگا اینا میذاره. اینم که خب تخت داره که میتونین باز بکنید چتراش. این طرف هم کلا سایه‌مون داره که میتونید سایه‌مونشو بکشید. کل اینجا مثلا واسه که نمیخوان مثلا آفتاب بگیرن. میریم جلوتر، تیکه به تیکه هم یه دونه از این دوشای ایستاده داره. معمولا هم صرف نیستنش، ما اینکه خیلی هتلشون میگیره. اینجا قسمتایی که شما کارتای هولتون رو می‌بینید و هولده میگیره و وقتی که اون کسی فکر می‌خواید بدین دوباره کلا رو تحویل میدین بهتون کارت میده. دوباره این یه استخر دیگه است. اون طرف هم ویوی از اقیانوس داریم. اینجا هم دوباره یه استخر دیگه است که معمولا اینجا برنامه‌های حالا اسپورتی یا حالا رقصنده‌ها یا کلا تیم انیمیشنش روی این استخر هست کار می‌کنه. مثلا اینجا بیشتر خیلی هم آب استخرش تمیزه، نمی‌تونم نشون بدم یا نه. دوباره تخت داریم می‌تونید راحت بخوابید و این هتل خوبی که داره چندین استخر داره، حالا چه واسه کسایی که میخوان ریلکس بکنن، چه واسه کسایی که حالا اینجا میخوان با تیم انیمیشن باشن. کلا همه سبک استخری داره، از استخر باردار و استخر باردار مثلا استخری که بار داشته باشه. دوباره اینجا دوش میبینید، اینجا دوباره تختایی که سایه‌مون دارن و این یه استخر دیگه‌شه که اینجا توره والیبال وصل میشه و حالا والیبال بازی میکنن تو طول روز. و اینجا میایم جلوتر، دوباره تخت داریم، دوباره استخر داریم که اینجا بار داره، یعنی حالا بر 6 تا بار این هتل 6 یا 7 تا بار داره. اینجا دوباره سبک همونه. اینجا هم دوباره یه بار دیگه است. میدونم خیلی باره و
میتونین بشینین حالا نوشیدنیتون هم بخورین، میان بعد نداره اینجا. اون طرف میره به سمت ساحل و اقیانوس و حالا واسهتون کامل فیلم میگیرم. اون طرف هم خیلی بچه‌ها خوشگله، یعنی واقعا طبیعتش دیدنیه. این شنای سفید این اصلا عشق میکنه آدم میبینه. الان دارن استخر رو تمیز میکنن. الان که میبینیم هیچ کس نیست، فقط اینکه ساعت 7:30 صبحه و هنوز باز نشده استخر. خب میریم اینجا هم شبا، بعضی از شبا که حالا که اگه توی برنامه خود هتل باشه، بعضی از شبا آتش بازی داره، آهنگ میذارن و رقصنده میان و حالا به قول خودمون آکروبات بازی در میارن، کارهای آکروباتیک در میارن. خب میریم به سمت استخر آخر و ساحل. میتونن هم صبح زود بیان حالا لاتونو بزنن، اینجا کسی کاری نداره که میدونن که آقا اینجا مال شماه. اینجا هم که خب سرویس برداشتی داریم. و اینم استخر آخره که چسبیده به پارک آبی. اینم استخر آخره که چسبیده به پارک آبی. اینم استخر آخره که چسبیده به پارک آبی. و اینجا هم بیشتر واسه ریلکس استیشن میان، معمولا آهنگی نمیذارن. حالا کسی که میخوان ریلکس بکنن میان اینجا و حالا مثلا میگیم که خب اینجا ریلکس استیشنش چسبیده به پارک آبی. بچه‌ها کلا تو پارک آبی زیاد صدایی نمیاد، بخاطر اینکه اصلا بچه‌ای وجود نداره توی خودش. از این لحاظ خوبه، از این لحاظ هم بده. اینجا هم از این تخته که توی آبه ها به سمت ساحل. اینجا میریم به سمت ساحل. از این طرف اینجا خب یه رمپ داره به سمت ساحل و اون طرف هم واسه یه واتر اسپورت سنتر، مثل کسایی که حالا میخوان جت اسکی، پاراسیل چیزی رزرو بکنن، قهوه‌شون میان اون طرف رزرو میکنن. خب اینجا کمی ریزه چون شستنش، البته نشستن، بارون اومده. شما این طرف هم ببینید شنای خوشگل سفیدا. اینجا دوباره دوش داره، کسی که بعد از ساحل میان که من برمیگردم و پامو بشونم. میایم اینجا ببینیم چشم کار میکنه. آقا شن سفیده و خیلی هم خوشگله. اینجا هم که پر از درخت‌های نخله و زیرش صندلی گذاشتم کسایی که دوستان تو سایه. کلا اینجا سایه است بچه‌ها، خیلی آفتابی نمیتابه به خاطر این درخت‌های نخل خشکه. چیزی که این هتل خیلی مثلا متمایز میکنه اینه که محیطش خیلی بزرگه و کلا کاربردی استخراج. و علاوه اینکه خیلی بچه‌ها خیلی هتل تمیزیه. یعنی من واقعا حالا چند جای دیگه رفته بودم قبلا هتل به این تمیزی ندیدم. شما نمیتونید یه آشغال روی زمین، چه میدونم توی دستشویی، توی سالن غذا خود اصلا نیست. من نمیدونم چه شکلی اینا به این سرعت اینجا رو تمیز میکنن. اینم طریق نجات. و میایم اینجا به سمت ساحل. خب اینجا هم همون اندازه پر میشه. هنوز چتر رو کامل نچیدم بخاطر اینکه دیشب بارون میومده، چتر رو نچیدن ولی میچینن. اینجا معمولا زود پر میشه بخاطر اینکه دریای اینجا زیاد مواجه اقیانوس زیاد مواجه نیست و کلا دمای آب خیلی گرمه. بخاطر همین خیلی ها مثل ما ترجیح میدن میان دم ساحل، حالا مثلا اون تایمی که میخوان توی آب باشن و توی ساحل بگذرونن. بخاطر همین خیلی زود پر میشه. ساحلش هم کلا شنیه و آب بسیار تمیزه و زیبا. ببخشید دوباره گفتم دریا اقیانوس داریم ما که حالا واسه کسایی که میخوان بیان واقعا توی مکزیک، کسایی که توی کانادا زندگی میکنن، توی آمریکا زندگی میکنن، خودشون میدونن دیگه نزدیکترین مقصد بهشون مکزیک میشه یا حالا کوبا و حالا کشور کارهایی که اون طرفا. بخاطر همین خیلی حالا هتل خوب می‌کردن با قیمت مناسب. این هتل به نظر من هم قیمتش خیلی مناسب بود. از سایتی که ما گرفتیم واسهتون میذارم حتما که چه سایتی توی کپشن. و کلا هتل خیلی خوبیه، واقعا یه آل اینکلوسیو واقعیه، یعنی همه چیز اینجا شاملش میشه. خلاصه که تا ویدیوی دیگر بدرود. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. اگر که دوست داشتین این ویدیو رو برام بنویسید و کامنت کنید و به